إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. در ما قبل الله بیان احکامی که مربوط به خانواده بود و همچنان الله متعال در مورد او کسانانی که مخالفت میکردن، بخل میکردن در راه الله متعال حالات از را بیان کرد. در اینجا الله متعال خباثت های یهود بیان میکنه. یهود مردمی که در لباس دوستی اگر پیش مؤمنا بیایه و اظهار بکنه که ما خیرخواهتان هستیم، مسلمانا باید سرش اعتماد نکنه، تصدیق نکنه. چرا؟ درون از دشمنی خیلی پر است. الله متعال از حالات از یا خبر داره که یا حقیقتا دوستی مسلمانان و مؤمنان نیست. علتش هم است که یهود قومی است که خود برتر میدانه و دیگه مردم بسیار حقیر و کمزور فکر میکنه. از امو خاطر میگه دنیا برای ما پیدا شده، جنت هم اختصاص به ما داره. اینمی تکبر و غرور نعوذ بالله بیجا سبب ازی شده که این مردم گاهی هم خیرخواهی مسلمانان را ندارن و نه ارادی از زیر داره، بلکه تلاش از یا به این خاطر است که مسلمانان مثل ازواواری نعوذ بالله در تمام بدبختی ها گرفتار شود. این اونمو بیانی است که الله متعال در اینجا برای مسلمانان میکنه و مسلمانان را هشدار میده که شما فریب خیرخواهی ظاهری از یار نخوره. علتش است که مردم دشمنی قوی با اسلام داره. امروزم در هر مملکت به نام دوستی یا دفترهای خود باز کرده، اما در حقیقت بزرگترین دشمن مسلمان است. این جدا موضوع است که یک تعداد مردم که آگاهی از کتاب الله نداره فکر میکنه که جهان برای امنیت ماست و جهان می ما را کمک میکنه، یاری میکنه، دست ما را میگیره که ما از ضعف و فقر در غنا برسیم. این گپ قطعا غلط است. قرآن این را تکذیب میکنه و هر کسی که همچو گپا را نعوذ بالله نادیده میگیره ضرر بزرگش به اسلام خامخا میرسه. امروز فسادایی که از دست مداخلات امی مردم در تمام ممالک اسلامی به وجود آمده از هیچ کس پوشیده نیست. هر کس میبینه که این مردم از کدام نیرنگ در داخل مملکت ها شده و چی فسادات را انجام داده. قرآن کریم نکته به نکته، قدم به قدم امی دشمنه های یهود، خباثت یهود بر ما میگه که یا چقدر کینه‌توزی و حسد با امرای اسلام داشتن، حتی حقایقی که در کتاب خودشان بود شروع کردن که تغییر بدن، یا در معنا یا در لفظ. یعنی یا به هیچ وجه دوست مسلمان شده نمیتونه، همیشه راه دشمنی را در پیش گرفته. پس از او خاطر هیچگاه اعتماد دوستی بالای این مردم نشوه. اگر کسی اعتماد دوستی بالای مردم میکنه در حقیقت خود تباه میکنه و واقعا اموتور است. تاسف در اینجاست که امروز حکومت های ما اینمی قسم فریب خورده، به نام دوستی مردم آمده فسادات بزرگ در منطقه انداخته، نعوذ بالله اسلام بدنام کرده، توهین و تحقیر اسلام و مسلمان میشه، انواع ظلم و بدبختی ها را آورده. آنقدر نعوذ بالله تعذیبا و شکنجه های گوناگونی که بالای افراد انسانیت حتی تصورش نمیشه امی مردم انجام میده. اما مسلمان باز هم آگاه نیسته، نعوذ بالله در پهلوی کفار استاد میشن علیه برادر مسلمان خود و همیشه برادر مسلمان خود شکنجه کرده رایست. یک سخن باید همیشه یاد داشته باشیم، این دنیا تیر شده نیست. شاید چند روزی برای کسی امیتور میسر باشه تا و بالا بگرده و بده و کسی را بگیر بده، شکنجه کنه، اما روزی فرا میرسه که در پیش الله متعال پیش میشه، باز اونجا جواب بگویه که در حق برادر مسلمان و خواهر مسلمان خود چقدر خیانت کرده. اگر دیگه هیچ جرم نکرده باشه، وقت شب امی افراد کفار در خانه یک برادر مسلمان میره، در حالی که اطفال از او، زنای از او در اونجا، چقدر وحشت زده میشه، چقدر بی آبرو بی عزت میشه. امی گناه برش کفایت میکنه. لیکن با تاسف که این نکته ها را مردم در نظر نگرفته، 4 دانه دلاری بی قدر و بی ارزش نعوذ بالله
پرده بالای چشم از یا انداخته حقیقتا را درک کرده نمیتونه. دیوانه بایستن که ما معاش میگیریم او خبر نیستن که یا ریشه اسلام کندن و آنقدر خیانت به مسلمان و اسلام کرده که باز دوباره تعمیر از او ناممکن شده. یا این مردم باید یاد داشته باشه که به محض کلمه گفتن آدم مسلمان شده نمیتونه تا وقتی که لوازم کلمه را تکمیل نکنه. از جمله لوازمات کلمه دوستی با مسلمان است. هر نوع خیرخواهی مسلمان باید اراده و نیتی تو باشه و عملا تو باید ثابت بسازی و دشمنی سرسخت با امرای یهود و نصارا و سایر کفار است. اما امروز دشمنی با مسلمان شروع شده و دوستی با کفار شروع شده. عجیب ایمان و عجیب اسلام. الله متعال رحم بکنه. آلی دی آیت ها بر ما خباثت های یهود یکه بر ما بیان میشه. اول مسئله گمراهی خودشان و گمراه ساختن دیگرها را. یهود نقشه ها داره برای از اینکه مردم گمراه بسازه. بسیار نقشه ها و پلان های مرموز داره، پوشیده داره. همیشه در مملکت ها داخل شده و نعوذ بالله نقشه های خود پیاده کرده رایسته. الله متعال 1400 سال پیش ما شما را آگاه می سازه که این یهود برنامه ها داره. خلی که این طورام نیسته که برنامه از این همیشه مثمر است و کامیاب است. نه، الله متعال سری کلی دسایس از این آگاه است و اگر شما راه دین اعلان نکنه هیچ دسیسه و برنامه از این سری شما کامیاب نمیشه. چرا؟ به خاطری که در صورت اختیار تقوا و عقیده صحیح الله ولی و ناصر است. وقتی که دوست و ناصر الله باشه به هیچ کسی دیگر حاجت و ضرورت نیست. قرآن میگه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام ای دیدن دو قسم است، یا علمی است و یا بصری نظری است. آیا ندیدی؟ از این معلوم شد که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یهود نقشه ها و پلان های خیلی تخریب کارانه را در مورد اسلام و پیغمبر علیه السلام طرح میکرد و پیغمبر شاهدی از او بود. از او خاطر برش میگه الم ترى چشمت باز نکردی پیغمبر که یهود چه قسم دسایس جور میکنه. یک یا است که مراد از این رویت علمی است. آیا علم برات حاصل نشده اگرچه به چشم سر ندیدی، لیکن توسط بیانات یا توسط نقشه های سابقه یا توسط او کارهایی که مردم در تاریخ گذشته کرده در حق انبیا علیهم السلام و در حق کسانی که پیروان انبیا بود، تو باید درس بزرگ گرفته باشی. الله متعال پیغمبر خود متوجه می سازه. اما خطاب به کلگیست، هر کس که اهلیت رویت داره، اهلیت حصول علم داره، الله متعال کلگی را آگاه میکنه که ببینی علم براتان حاصل نیست. این مردم بدبخت است. در طول تاریخ وفاداری از یا دیده نشده، خیرخواهی نیت و اراده از یا نیست. نیت و اراده از یا است که مردم در تکلیف، در مشقت، در بدبختی مبتلا باشه. نمیبینی الی الذین، به او کسانی که اوتوا نصیبا من الکتاب، داده شده یک حصه از کتاب. معلوم شد که پورا کتاب موجود نیست، از او خاطر تحریفات در کتابشان آمده. خیلی کم حصه از این درست است که از وحی الهی در او وجود داره. اما قدر گپ یاد کتاب خود برشان داده شده. پس حال اهل کتاب به مثل منافقین است، در تخریب دین، در سیسه جور کردن برای اسلام یا دیگه اینمی برنامه شان است. چی میکنن؟ اول گمراهی خودشان. یشترون الضلالت، میخرن گمراهی را. خریدن گمراهی، الله به هر انسان اسباب و وسایل برای پیدا کردن راه درست داده. اعضای سالم ما و شما و عقل ما و شما، نسب قرائن بیرونی، روان کردن انبیاء علیهم السلام و وحی الهی، کلش اسبابی است که انسان باید راه هدایت در پیش بگیره. اما یک انسان همین اسباب برای کسب کردن نعوذ بالله راه غلط مصرف میکنه، مثل یهود واره دیگه. یهود اینمی مردم هستند که هم و غمشان، کوشش و طاقت خرج کردنشان برای خریدن گمراهی است. یعنی مردم های قدر مفسد است که گمراهی را به پیسه میخره، خریدنی گمراهی است. و یریدون ان تضلوا السبیل، اراده داره، نیتشان نمیسته ان تضلوا السبیل، که شما را گمراه بسازه، السبیل از راه حق. تمام تلاش از یا بینمی خاطر است که شما راه حق اعلا بکنه، طرف راه گمراهی بره. برنامه هایش امروز ما و شما میبینیم، کلی برنامهش اگرچه در ظاهر نیک باشه اما در حقیقت این برای فساد است و میخواه مردم مثل خودشان شوه. پیش هم تیر کردیم ودوا لو تکفرون فتکونون چیست سواء.
و دوست دارن که شما کافر شوی و امرای از او برابر شوی. کدام بدبختی که در او معاشره موجود است در شما موجود شود. امروز امی دنیای کفر که می آمده عیناً امی گپا، امو بدبختی که اونجا در مملکت خودشان است میخواد در مملکت ما در ممالک اسلامی هم امو برنامه ها پیاده شود. الله متعال هدف یهود میدانه، مقصدش بر ما بیان کرده. چرا؟ نیت و اراده امر مرموز است، پوشیده است، از قلب الله خبر داره. از او خاطر الله میگه والله اعلم باعدائکم. دو مطلب داره. الله عالم است ای دشمنای شما که چقدر سرسخت یا حسد داره، کینه داره، دشمنی داره امرای شما، بغض داره، نمیخواه نیکبختی شما را، ترقی شما را، راحت و امن شما را. این گپا را خواستنی نیستن. از او خاطر از برنامه های از یا برحذر باشه، گاه راه دوستی را به امرای از یا برپا نسازه. اما امروز پیمانا نه تنها برای مدت کم بلکه برای مدت زیاد امضا میشه. پس هر کسی که پیمانا را امضا میکنه از او که خایل بزرگ در مورد دین اسلام و در مورد منطقه دیگه کس نیست. این پیمانا امضا کردن مرادف بایسته که اجازه فعالیت دسایسی از یاد دادن است. باید بدانیم کسی که قرآن مطالعه میکنه حقیقت دشمنی یهود درک میکنه کی کدام مردم است. عجیب خویسته که علمایی که قرآن آشنا نیستن یا است که مطلب و مقصد قرآن نمیدانه دمی پیمانا امضاهای او محترما هم است. خب است که در روز قیامت او امضاها در پیش همین علما پیش ها که شما کدام مردم بوده من حیث عالم منطقیتون پیمان زمین سازی دشمنی یهود شما امضا کرده علیه مسلمانا. جواب بگوید در پیش الله متعال. ملاهای درباری همیشه همینطور می باشه که فقط چیزی یک چپن برش بده باز دیگه تمام امضاها را میکنه الله متعال رحم بکنه. یا هیچگاه قرآن مطالعه نکرده یا دوستی ما میشه. قرآن میگه که نه الله عالم است با دشمنی از یا که چقدر دشمنی در قلب از یا نفته. یک معنای ای آیت است. دوم معنا والله اعلم باعدائکم. شما اینقدر نترسی هم ای مسلمانا که بگویی که ای قدر نقشه های پلید و فاسد داره خما را تباه میکنه. نه، شرط است که شما مؤمن واقعی باشید دیگه غمش نکنه. الله خب عالم است باعدائکم، به دشمنان شما دسیسای از یاره، پلانای و طرحه های از یاره الله میدانه، مکر و فریبشان پس سر خودشان میگردانه، تلاش زیاد میکنه اما هیچ چیز در دستشان نمیاد. شرط است که مسلمان قوی باشه، پابند به کتاب الله و سنت رسول الله، دستورات الله را عملی کنه، به نقشه الله روان باشه، بس دیگه باز برش ضرر نیست. و کفا بالله، کافی الله کسی که به دین الله چنگ میزنه، کافی الله برایش ولیا از روی دوستی و حفاظت. هیچ گام بر شما زیان نمیرسه اگر واقعا با الله باشیم ما. و کفا بالله نصیرا، کافی الله متعال از روی امداد کردن. پس وقتی که دوستی الله و نصرت الله امرای آدم باشه با هیچ دوست و نصرت دیگه کس ضرورت نداریم. قرآن اعلان کرد که دوست و ناصر مسلمان الله هست. ما به دوستی کفار هیچ ضرورت نداریم که کمک و همکاری برای ما شعار بده و بیاد مملکت ما مداخله کنه. هر کس که اینطور مداخلات اجازه میده در حقیقت از قرآن علم نداره، از قرآن آگاهی نداره. و ما به نصرت از یوم ضرورت نداریم. چرا؟ نصرت الله میکنه، به امرای ما کمک الله میکنه. لیکن امروز مردم ما بیچاره عقیدهشان از الله گشته، فکر میکنن جامعه جهانی امی که میشنه هر کدامشان جامعه جهانی اگر برای افغانستان در منجلاب مچم چی میروه غیبگویی هم کرده. رئیس بدبختا نعوذ بالله دور از شرافت و ایمانشان چی کپاره میزنن؟ یا آیا قرآن مطالعه نکرده؟ الله ناصر نیست، رزق الله نمیده، ما عقیده نداریم، الله به اسباب ضرورت نداره. خیر است که ما کارخانه، برق، بندر، بند و دریا نداریم. الله مهربان است، ما متحد شویم هر چیز است. نان خوش کمی خوریم، آرام زندگی میکنیم، به نیروهای خارجی ضرورت نداریم که کلی راههای ما را بند کرده، پولچک انداخته. چی ضرورت برش دادیم؟ بیگانه ها آمدن اینجا قندقرود کرده خو هستن. چی ضرورت برش داریم؟ آیا خود نمیتونیم امنیتی خود بگیریم؟ بسیار سخت است. به نظر مردمی گپا عادی معلوم میشه. این بر میخوره در موضوع آخرت، این بر میخوره در موضوع ایمان. این طور گپ عادی نیست. دوستی با این مردم و رابطه قایم کردن با این مردم و این عقیده داشتن که یا نباشه افغانستان تباست. این منافات با این آیت قرآن کریم داره. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. قرآن امیره گفته که الله کافی است. مردم میگه نه، ناتو اگر نباشه ما زندگی نمیتونیم. این با این آیت قرآن کریم منافات داره. جدا موضوع است. کسی اگر خدا نعوذ بالله هر قدر کلمات کفرین بگوید باز بگه که من کافر نیستم. عجیب گپ است. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه
مسئله موضوع دومشان خیانت از یا امرای کتاب الله و وحی الله است. خیانت علمی داره، خیانت عملی داره، قولی داره. هر نوع خیانت در مورد کتاب خود یا کردن. الله متعال بدیشان بیان میکنه که یا در مورد کتاب خودم وفادار نیست، اخلاص و صداقت با کتاب خودم نداره. به کی چی کارا کرده؟ من الذین، بعضی از کسان هادو که یهود هستند، اول ذاتشان معرفی میکنه. ای یهود هستند، یهود دشمن سرسخت اسلام. بس پیش در تلک الرسول تیر کردیم از سپاره سوم یا کمی پیشتر که سرسختترین دشمن برای اسلام کیسته؟ یهود. نزدیکترینش نصاراست. چرا؟ در نصارا یک نوع بگوید نرمی وجود داره، علما در بینشان وجود داره، اما یهود قطعا شما همکار نیسته. الله میگه از کسانی که یهود هستند یحرفون الکلمه، اینا خیانتشان به امرای کتاب الله چیست؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، تغییر میدن کلمات الله را، کلماتی که در کتابشان است، عن مواضعه، از جاهایش میگیرن که کلمات حذف میکنن، در جایش دیگه کلمه میمانن. نوشته میکنن به دست خود، باز میگه از جانب الله متعال است. خیانت علمی و عملیشان ببینه که یا چی میکنه. اینمی مردم ها کیفیت دشمنیشان است که در کتاب خود خیانت میکنه، وفادار به کتاب خود نیست. دو قسم تغییرات میکنه. یکی را تحریف و تأویل میگه. تحریف و تأویل معنای اصلی کلمه را به قسم دیگری تفسیر میکنه، از او خاطر مردم گمراه میسازه. نعوذ بالله. این را تحریف و تأویل میگه. اصلی معنا را بگیره به شیوه دیگری تشریح کنه، این را تحریف و تأویل میگه. و دوم تحریف و تنزیل است. آن چیزی که نازل شده کلمات او را مکمل بیان نمیکنه، از پیشش حذف میکنه، از جان خود کلمات میگذارن. در مورد حدود و امی قسم تغییرات آورده بودن. حد زنا سنگسار بود، نوشته کرده بودن سریخان مرکب سوار کردن. نعوذ بالله. سنگسار را دور کرده بودن. در مورد صفات پیغمبر علیه السلام بسیار امو صفاتای پیغمبر حذف کرده بود، در جایش صفات غیر مناسبه جاگزین کرده بود. افسوس است امی قسم علما در دینمی امت اسلامی هم فعلا وجود داره. تحریف تاویل هم میکنه، صفات الله را تاویل میکنه. سلف ما صحابه کرام پیغمبر علیه السلام گاهی نگفت که استوا به معنای تسلط. پیغمبر میگفت، صحابه یک دفعه سوال میکرد از الله از پیغمبر علیه السلام که رسول الله استوا چی معنا؟ بلکه وا اینمی معنای ظاهری را مکمل اراده کرده بودن، فهمیده بودن که الله غیر است از مخلوق کرده. آن چیزی که نسبتش به الله میشه او مشابهت با مخلوق نداره که ما استوا برابر شده، خیر برابر خود سر یک چیز میشه. او چیز خیر معلوم شد که به الله جسم ثابت شد، تخت ثابت شد. اینا یا مجسم هستند. شیخ الاسلام رحمه الله، الله غریق رحمت کنه، ایره مردمای مبتدع و گمراه میگه او مجسم است. تو مجسم هستی که در دلت شبهه تشبیه وجود داره، از او خاطر تاویل میکنی. اگر شبهه تشبیه در قلبت موجود نباشه تشبیه نمیکنی، اونجا تاویل نمیکنی. الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش برابر شده. چی رقم؟ الله هست، مخلوق واری نیست که ما میگیم برابر شده. چی رقم برابر شده؟ یا عقیده سلف است. تا امروز علمایتان امیالی عقیده داره که الله سر عرش نیست، میگه الله در هر جای است. نعوذ بالله. امی گپا میزنن نمیزنن. امی علمای سوی که در یهود بودیم امروز در این امت اسلامی است تاویلات میکنه. آیت قرآن میگه کلمات عام است، میچسبانه در یک شخص به یک قوم. خدا مبرا در تاقی بالا میشانه که ما خدایی داخل نیستیم. جناب محترم، همون عذابی که بالای از او آمده به خاطر چی آمده؟ اینمی علت است. همون علت در تو موجود است. الله خود خطی یکی را دوستی دیگر را دشمن نمیگیره که ذاتی کسی به الله خیلی قدر و قیمت داشته باشه. پیش الله متعال عقیده و عمل است. همون عقیده و عمل که از اوست است، تو هم است. کدام نتیجه که سری از او مرتب شده سری تو مرتب بشه؟ چی میگن؟ والا این وهابیا پیدا شده، آیتای قرآن سر ما میچسبانه. علما دوستای ما برای ما میگه او مولوی صاحب تو از دور میگیری در کسی دیگری میچسبانی. قرآن اینمی واقعیت بیان میکنه، تو را آگاه میکنه. این بیان قصه داستان یهود به این خاطر نیست که تن حالاتی از واره برای ما بیان کنه، نه، ما را بر حذر میداره شما در کتاب الله اینطور تحریفات نکنه، وفادار به کتاب خود باشه.
کتاب که برای هدایت آمده شما از او هدایت حاصل کنید، نه که نعوذ بالله تغییرات ایره آله کسب دنیایتان جور کنید. امروز آله کسب دنیا نیست. دمی رمضان مبارکتان قاری صاحب دمو مسجدی که پر نفوس است نرفته، این چه قسم حنفی است؟ برای در کتاب حنفی که اجرت گرفتن سر قرائت قرآن کریم حرام است یا حلال؟ یک عالم بیان میکنه همین قاری صاحب گرفته رایسته در کدام دین است؟ بیا یک در میدان پیش آن حقیقت دین بیان کنه. نه این در مورد ولا تشتری بیاات ثمن قلیل در مورد یهود است. تو معاف هستی اگر تو آیت قرآن کریمه تو خبر نداری علمای تو نوشته میکنه. اول سری آیت استدلال امام ابو حنیفه رحمه الله کرده، او سر امامت اجرت گرفتن حرام میدانه، سری تعلیم قرآن حرام میدانه، سری قرائت قرآن حرام میدانه، سری هر عبادت که فرض است سری از او اجرت حرام میدانه. دیگه علما هنوز اجازه میده او حرام میدانه، اما تو حنفی نیستی، دروغ میگی، حنفی دعوا میکنی. تو در امام ابو حنیفه رحمه الله او استوا علی العرش قائل است، میگه کسی که قائل نیست کافر است، او تو در ضدش هستی. در عقیده تابع امام ابو حنیفه رحمه الله نیستی، در عقیده باز به عذاب منصوری ماتوریدی. از تو چی میکنی؟ آیا امام ابو حنیفه عقیده را نمیفهمید که تو میری با ابو منصوری ماتوریدی را عقیدهش میگیری؟ چرا امام ابو حنیفه عقیده نداشت؟ خب عقیده از او سلف بود. سلف تو عقیده سلف نداری، از او خاطر روی دیگر در پیش گرفته. باز که بشینه ما را متهم میسازه، ما را متهم میسازه. ما عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله را گرفتیم، کتاب اون چاپ شده. عقیدت الطحاویه عالم بزرگ احناف است. بری عقیده از او را مطالعه کنی که امروز مردم همون عقیده را داره یا نه؟ حنفی است. پرسان میکنی الله در کجاست؟ میگه هر جای است. عقیده وجودی را وحدت الوجوده، اینی را مردم میگه. تحریف در تاویل اینمی را میگه. توحید چی رقم تفسیر میکنه؟ توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات میگذاره، توحید وجودی معرفی میکنه، وحدت الوجود. میگه فقط وجود از یک از الله است. هر جا خنزیرم ببینی الله است، نعوذ بالله، سگم ببینی الله است. دمید نورین که همو مناظره بود، همو قربان که میگفت، همو جا یک نفر نخست نگفت که الله در سرگین است. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این بدبخت همی گپ در اونجا در مجلس گفت، در استودیوی تلویزیون میگه الله در سرگین است. نعوذ بالله. عقیده وجودی است، وحدت الوجود. توحید یک قسم تشریح میکنه. قرآن تحریف کرده رو استن. نه این آیات ها در مورد ما نیست. تو بچه کاکای الله متعال استی، نعوذ بالله. قریب داره یهود دشمن ذاتی الله است، نصارا دشمن ذاتی الله است. الله لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است. با هیچ کس رشته نسبی نداره. تعلق الله با مخلوقش در بندگی است. که چه قسم بندگی میکنه؟ چرا خیر آیات قرآن نه والا این آیات ها را میگیره در ما میچسبانه؟ در شما نمیچسبانیم. اگر امو علت در ما موجود شود ما خودم علامت میکنم. واقعا ما علما نکردیم ادای مسئولیت. آن چیزی که قرآن شکایت میکنه از علمای یهود به خاطر چی؟ مردم یهود که گمراه شده از دست علمایش گمراه شده، حقیقت درک نکردن، مسائل و صفات های پیغمبر علیه السلام پنهان کردن، تحریفات در کتاب کردن، مردم در تاریکی باقی ماند. امروز ملت ما در تاریکی باقی نمانده، توحید الله را نمیشناسه، حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیشناسه، معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را یاد نداره. دین روز برای ما کسی گفت که تلویزیون جاندون یک ملا در سیمساری میگه نشسته، زن در پیشش رفته و از پیش میگه که لا اله الا الله را ترجمه که الحمدلله، میگه من یاد ندارم. به نام ملا نشسته. این بدبختا زد دین تباه کرده. این مردم به نام پیر و به نام ملا و سید و آخوندزاده و گلزاده زد دین تباه کرد. مردم دعوت داد به سوی سجده کردن خود، به سوی چی؟ میگه مولوی صاحب قار میشه. چطور قاری آدم نبیه؟ کتاب الله چی میگه و ما چی میکنیم؟ دلی آدم در کفیدن میه. نمایندگی دین کی میکنه؟ هر کس در سری مسند نشسته نماینده دین است. یک روز مدرسه را نخوانده، یک آیت قرآن تفسیر کرده نمیتونه. این پیر صاحب که طریقه میده، کدام طریقه را میده؟ طریقه رسول الله را، کدام طریقه دیگره؟ اگر طریقه رسول الله را میده خود حدیث پیغمبر را بخونه نه که طریقه پیغمبر برش معلوم باشه. همین پیرا را جمع کنه، اگر یکیش حدیث یاد داشت ما دست خود قطع میکنم. رمه مردم در پشتش روان است. با کدام حیثیت او را تابعداری میکنه؟ گپش میپذیره. دین تباه شده، دین در بدر شده، دین تحریف شده. الله از یهود یاد میکنه ما اگر همی کار کرده باشیم
الله میفرماید که یا دو قسم تحریف کردن، کلمات تغییر دادن. در عمرتان نشنیدی که سرسایه طعمة للمساکین است؟ گفتی؟ گفت که طعمه برای خوراک برای مسکین است؟ نه 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 نه. لیست جور کرده، لیست چند نفر فامیل در خانه استی؟ حتما از پیشت میگیره. تحریف چی را میگن؟ شاخ نداره. من الذين بعضی از کسا هادو که یهود هستند یحرفون الکلمات تغییر میدن کلمات عن مواضعه از جاهای مناسبش، معنای دیگر رقم میکنه یا کلمات میگیره رد و بدل میکنه. و یقولون میگوین سمعنا و عصینا، میگوین شنیدیم و عصینا نافرمانی کردیم. برو شنیدیم خود نخواد که از ما عمل ببینی. نعوذ بالله نعوذ بالله. استهزاء با کلام الله میکنه. شنیدیم یک معنا، سمعنا و عصینا دو مطلب میگیرن. این بدبختا آنقدر مهارت داره، اگر یار محکم بگیری باز مطلب خوب میگیره، اگر محکم نگیری مطلب بعد چی کرده؟ مطلب بعد باز میگیره. سمعنا ما شنیدیم سخن تو را و عصینا ما نافرمانی میکنیم از سخن دیگه کس، سخن مخالفت ما قطعا نافرمانی میکنیم. این جنبه خوبیش است. اگر تو محکم کردی که تو چرا گفتی که سمعنا متصلش عصینا گفتی؟ وی ما خو مقصدی مایی بود که سمعنا گپی تو را شنیدیم و عصینا گپی مخالفت نافرمانی کردیم، گپی مخالفت. اما حقیقتشان چی بود؟ اصل هدفشانی بود که شنیدیم خو نخواد که از ما تطبیق عملی از این را ببینی. امروز ما مسلمان ها چی کردیم؟ کتاب الله در تاق نهاده شده، کدام جای عمل شده؟